خودش هم این رو میدونست. بعد از اینکه نیروهای شوروی و انگلیس در ایران مستقر میشن، رضا شاه با فشار اونها مجبور به استعفا میشه و این دوتا اصلا ارتش ایران رو مرخص میکنن. بعد از اشغال ایران و خاک ایران و تمام امکاناتش در اختیار شوروی قرار میگیره، راهن ایران شبانه روزی مشغول به کار میشه و مهمات و آذوقه ها رو میرسونه به خط مقدم شوروی. ایران که بی‌طرفی خودش رو اعلان کرده بود، نهایتا مجبور میشه به آلمان ها اعلان جنگ بده. اگر ایران به تصرف متفقین در نمی اومد، شوروی حتما در مقابل آلمان نازی شکست میخورد و نیروهای نازی خودشون رو به قفقاز میرسوندن. نه شوروی میتونست به ایران حمله کنه، نه انگلیسی ها، و هیتلر به راحتی به هدفش میرسید، چون به راحتی میتونستن خودشون رو برسونن به هند. در همین هند آمریکا هم وارد جنگ میشه و